به شیعه توهین نکنه. اگر دلیل داری مطرح کن، همدیگر رو دوست بداریم. کشور مال همه است، مال شیعه هست، مال سنی هست، مال مسلمان هست، مال غیر مسلمان هست. این کشور مادر ماست، وطن ماست، بالاتر از همه اسلام همه چیز ماست، پدر و مادر ماست. اگر کسی اشتباه میکنه تذکر بدیم، خیلی محترمانه. فرهنگ همزیستی، اینجا بلوچ هست، کرد هست، مهاجر افغان هست، عرب هست، شیعه هست. من به برادرها و خواهرای شیعه هم گفتم وقتی میاد اینجا تو قیام مهرتم با خودت بیار، دستم ندن، کسی حق نداره چپ چپ بهش نگاه بکنه. اگر پید برد که این مهر نباید بذاره، اون موقع خودش نمیذاره. ما خیلی از خواهرها و برادرای شیعه داریم توی این مجالس میان، دوستشون داریم، از صمیم قلب دوستشون داریم. رفتار بعضی از افراد مانع نمیشه که همدیگر رو دوست بداریم. اگر من اشتباه کردم این مانع نمیشه، این اشتباه شخصی منه.